اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزراء محترم مولوی عبدالکبیر در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت توسعه سکتور تحصیلی ضرورت مبرم عصر جدید به حساب می رود. نظام تدریسی در پهنتونها باید به گونه ترتیب و تنظیم شود که محصلین به گونه علمی، روحیه اسلامی و ملی تربیت شوند. رئیس عمومی اداره امور شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور در دیدار با نمایندگان اتحادیه تاجران گفت حل مشکلات اقتصادی کشور یکی از اولویت‌های امارت اسلامی است و در این راستا اقدامات عملی برای رفع مشکلات تاجران صورت گرفته است. محکمه می گوید در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل خانواده یک مقتول به قاتل عفو نمود. باشندگان ولایت بغلان می گویند به دلیل تامین امنیت کامل اکنون بدون نگرانی به مکانهای تفریحی می روند. حجاجی که از عربستان سعودی بازگشته‌اند می گویند امارت اسلامی نسبت به سالهای گذشته غذای بهتر، ترانسپورت بهتر، اسکان مناسب و سایر امکانات کامل را برای آنها فراهم کرده بود. فابریکه فخر استیل امروز در کابل افتتاح شد. در این فابریکه ذوبی آهن که با سرمایه گذاری حدود 10 میلیون دلار ساخته شده است برای 700 نفر به صورت مستقیم و هزاران نفر به گونه غیر مستقیم زمینه کار را ایجاد کرده است. مسئولان محلی بامیان می گویند امسال 70,000 گردشگر داخلی و 500 گردشگر خارجی از ساحات طبیعی پارک ملی بند امیر مکانهای باستانی این ولایت دیدن کرده اند. تامین امنیت و وجود آثار باستانی و هوای مناسب در تابستان دلیل افزایش شمار گردشگران در این ولایت گفته شده است.